امی قالینا را در سالون دیگه میبریم، سعی میکنی که بانگه کرد تلفن در اینجا گرفت برآمد. إلى المجد قد سار في همة ولقد كنتم تمنون الموت، شما بودید که آرزو میکردید میطلبیدید الموت شهادت من قبل ان تلقوا، پیش از اینکه شما روبرو شوی با این شهادت. انسان باید طلب شهادت بکنه و در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میفرما کسی که از صدق دل شهادت طلب کرد ولو که در سر بستری مرگ بمره، بازم الله در منازل شهدا او را میرسانه. انما الاعمال. ما شما چطور هستیم؟ شهادت آرزو داری؟ چقدر نفر آرزو داره؟ این دیدی که خیلی سست بالا شد، ماشاءالله ماشاءالله، اونجا یک چند دانه جوان اون بالا نکرد، دیدی؟ این شهادت خوش نداشته. یادتان باشه ملائکی تصویر میبره به الله. دستی تا باید بالا بدانه، لیکن بالا کردن دست چی باشه؟ از روی حقیقت و از صمیم قلب باشه. یک تعداد بچه خیلی زیاد شایق جهاد می باشه که وقتی میدان عمل بیا اینجا در کارای عادی که هیچ نه زدن است نه کندن نه بندی شدن دمو حاضر نیستن، با سعی میکنی که آستا آستا کده خدا چی میکنه؟ امی قالینا را در سالون دیگه میبریم، سعی میکنی که بانگه کرد تلفن در اینجا گرفت برآمد. خواهرای ما اینقدر جهاد، مسج جهاد و گپای جهاد، خو وقتی که در تدریسش ببینی چقدر تدریس کرده، چقدر اخلاص داشته، هیچ چیز نیست. او گپ از جهاد میزنه. هیچ امر از الله سبحانه و تعالی پوشیده نیست. این گپا خود به خود چیزی را که تو تمنا داری الله پیش آورده رایسته، در امتحان الله آدم قرار میده، الله در امتحان آدم کامیاب کنه.